شما هنوز خانه بودم میمون نزدیک خوش آمده شما نماشو علی دو فهمیدن علی دو اینم جان علی دو دیدم همین کار کنی گایی دلیل کرایم تاکسی اونو من میکنم همین من میکنم با طرف تاکسی میگی فهمیدی خدا کدام تاکسی میگی نه کنه نفهمیدم و چه تو نفهمیدی که همین خطی سفید چه خدی با این تاکسی اونی میگی که آکاش موزیک شده اوی ما ایوان جقیدا بنظام خوش آقا چکری خوردن دیجا فاک شده به دو جوان تو من باوری نداری تو میدانی که ما چکری بچه‌ایم یک هیچه پری مرغ مون نایم همی خد مهمون نشیشمون نخریم او یک هیچه مرغ کی بکرام هم یامر باشه جای گپ یاخی هم یامر بده یاخی بچه ما این قدر گردن زدم تعریف کنم خما که یک هیچه پری مرغ دارم هیچ تری بشه در هیچم یک مرغ ندارم شما محتوم شما کدای این خونه همسایه بداریم نشوه میبینن ما نریم نمیشه مثلا کینجا که خواهد اینجا یارو بابر ساگون مرغ خورده یا مرغ بودای چین میکنه که واسه بیاید هم زیفای ما ودای هم کوسای ما ودای یا مایدا چپ چپ یه همسایه که واسه میگن دیرم مرحمت برو کنم بیسو انسانی بزرگ بیسو انسانی خوب اینا السلام علیکم و علیکم آکی واسه تینجه در این نیست میشه اکی جام دستی خواهد اینجا یا در همین زندگی یا مرغ نیست یا که واسه در همین خونه یا مرغ داشت دیگه نه گاو دارم نه مال دارم بیسو همسایه خوبه آره همون مرغت خنا داشت که یکم جا پری در رفت اور بود سر میویم راست میگن واسه این وقت مرغ میشم شکار میبرم که یکم سگای پیشه که خدا بگی چوی بگی نیست یک کارش خواهی چیگم خواهد تو تخ میگه یا روزا من چوی بگم که واسه آقا تایور شده من یک آقا بیارم که یک واسه چخ چخ کنم بیسو انسانی خوبه اکی واسه حالی بگو که یا مرغ داشتم در خانه تمام نه مرغ اونده بسیار بود همین جای بکیر همه مرغ واه بچه یکی واسه اومده اگر این مرغ بشنوسه تمام اینا خودم تایور شد بچه شما دین یا بولگاه شما اگه واسه بولو پیشوقی تو هر روز حولی من نیوخی بیا بیا بچه اینا ماغولی لبن ای گوشت مرغه نه این گوشت چی از زوغه بگی اکا شما با کلانتر ماولی همسایه گوشی به مزه پختنه که با مزه اکا واسه نصیب خیر نصیب باشه میخوام بگیریم بچه و خیش نمونده بگیرین بچه بسم الله که صبح روز بالا بچه دا چیه میگی با خوردی انگورش نپرس خیلی بچه ها میبخشه اوز رکم انگور استخانه را چکم ده میکنم کمپیرم توقع بیا مشتی اکا واسه که اونو باشه بچه اکا واسه مشتی اخی نه رحمت اکا برم که این نشو اکی واسه وای مرغ پگاه میوری شما ده اکا واسه
زحمت. خیلی چخچه کردی بچه ها قدیدم بود دلت کشید. کم بیا خبر بگیر بود. این استخوان‌ها رو کوچیکم میبرم گو. نه با فکرم گفت که کمپینم نمیره برو. آخه من هیچی نداشت تو استخوان. آخه کمپینم دندان نداره زتون میفوچه.